با درود به همه اون بینندگان عزیزی که این لحظه ها ما رو در بخش مستقیم تماشا دارند و متاسفانه این حالا ما یک خبری ناخوش داریم و صبح بر وقت ما از پیوندان کارامات شریپوف حامی شناخته مهاجران در روسیه شنیدیم که قلبی کارامات شریپوف صبح بر وقت از تپیدن باز مانده است و پیوندان میگن که کارامات شریپوف در وحدت فوتیده است و در زادگاهش فیض آباد به خاک سپاریده می شود. البته شنیدن این خبر و باور کردن این خبر خیلی مشکل است برای ما، چون همگی دیروز همکاران ما با کارامات شریپوف تماس داشتند، تنیخترش خودی او با ما تماس گرفته بود و ما میخواستیم امروز درباره آن برای شما خبر بدیم که کارامات شریپوف میگفت از وضعیتی به عمل آمده در تاجیکستان و روسیه وابسته به پنهان شدن بیماری کووید 19 خیلی نگران است و گفت که یک پارچه زمینش رو در یکی از منطقه‌های روسیه فروخته و میخواهد قسمی از این مبلغ رو به مهاجران تاجیک در روسیه و بخشی از دیگر این پول‌ها رو به افراد نیازمند در تاجیکستان تقدیم کند. البته کارامات شریپوف بسیار از آن عصبی و خیلی روح افتاده بود که در این وضعیتی که حالا هست در روسیه هیچ کاری برای مهاجران کردن نمیتواند و همچنین در تاجیکستان گوشی نیست که صدای او رو بشنود و حرف او رو گوش کند. و طور خود شما هم میدونید طول سالهای اخیر خیلی زیاد رادیو زودی با کارامات شریپوف صحبت داشت و همیشه او از آن میگفت که او را ناحقانه از روسیه دیپورت کرده بودند و طور شما هم خبر دارید سال 2017 آخری سال 2017 او را از روسیه اخراج کردند، شهروندی او را بیکار کردند و امسال حتی وزارت دفاع روسیه از کارامات شریپوف طلب کرد که 500,000 روبل که طول 2 سال همچون فقط پولی گرفته بود کارامات شریپوف برگرداند. البته این خبرها نمیتواند به سلامتی این حامی حقوق شناخته مهاجران بی تاثیر بماند و ما نیز از این خبری فوجوی خیلی هم نگران هستیم و خفه هستیم به قبل و صبح بر وقت هم تعداد زیادی از مهاجران درباره درستی یا نادرستی این خبر از ما میپرسیدند و ما در دوام روز در نشر یک خبری دیگر برای شما در رابطه با درگذشت کارامات شریپوف و دیگر خبرهای تاجیکستان خواهیم گفت و البته مهاجران تاجیک تا به امروز به ما میگفتند که هنگامی که کارامات شریپوف در روسیه بود بیشتر به آنها کمک میکرد و به دردشون میرسید و امروز اونها نیز خودشون حتی تنهایی احساس میکنند با وجود اینکه چندی از حامیان حقوق دیگر نیز هستند که تلاش میکنند در این شب و روز مشکل برای مهاجران تاجیک دستی آنها را بگیرند. رادیو آزادی به خانواده این حامی حقوق شناخته اظهار همدردی میکند و با ما باشید. ما تفصیلات در این باره در دوام روز همگی بعد از 2 ساعت دیگر یا از این پیشتر خواهیم رساند. سلام میگم به همه شما کاربران گرامی آزادی ویدیو. من شلای گلخوجه برایتان خبرهای تازه رو معرفی میکنم. امیدوارم در هر کجایی که هستید خوب و سلامتید. امروز شنبه 9 می است. در سنه 9 می در روزی که مردم تاجیک و ائتلاف ضد فاشیسم 75مین سالگرد غلبه بر فاشیسم رو تجلیل میکنند، کارامات شریپوف سابق افسر دیویزیای 201 روسیه مستقر در تاجیکستان و بعداً سالهای طولانی حامی سرسپرده مهاجران تاجیک در سن 57 سالگی از عالم درگذشت. صرف نظر از آن که کارامات شریپوف 3 سال پیش از روسیه اخراج شد، اما تا آخرین لحظه میگفت که با یاد مهاجران بود، دلش برای آنها درد میکرد و میخواست کمک رساند اما دستی کوتاه داشت. امروز او نقشه داشت یک معرکه خیریه را تشکیل کند و پولی که از حساب فروش زمینش در یک منطقه روسیه به دست آورده بود به مهاجران درمانده در روسیه و افراد نیازمند در تاجیکستان تقسیم نماید. اما عمر وفایش نکرد، قلبش به ناعدالتی ها تاب نآورد و نقشه هایش رو با خود به خاک برد. همین لحظه ها در زیر خبری در گذشت کارامات شریپوف اکثریت مهاجران می نویسند که برایشان امروز روزی ماتم است. سالهای اخیر بعد اخراج کارامات شریپوف از روسیه، همکار ما میرزا نبی خالقزاد با این حامی حقوق شناخته در تاجیکستان پیوسته صحبت میکرد و آخرین تماس تلفنی او با میرزا نبی خالقزاد دیروز و پیش از مرگش بوده است. نزدیکان کارامات شریپوف میگویند او وقتهای اخیر از بیماری قلب رنج میبرد و صبح امروز دلش از زدن ماند. به گفته این پیوندانش، شریپوف در شهر وحدت از عالم گذشته، جنازه‌اش را برای دفن به زادگاهش ناحیه فیض آباد بردند. کارامات شریپوف روز 8 می چند ساعت پیش از مرگش در صحبت به ما گفت که در شهر طول روسیه زمینش را فروخته است و میخواد 1,000,000 روبل آنها را برای کمبیزاتان در تاجیکستان و مهاجران کمک رساند. کارامات شریپوف رئیس جنبش مهاجران کاری تاجیک در روسیه از حامیان معروف
شریپوف در میان مهاجران تاجیک بود که حکومت روسیه و تاجیکستان و بخصوص کارفرمایان روس را زیاد تنقید میکرد. شریپوف شهروندی روسیه را داشت ولی مقامات روس ماه دکبر سال 2017 شهروندی او را بیکار و خودش را به تاجیکستان اخراج کردند. در شرح رسمی قرار دادگاه مسکو گفته میشد که سبب اخراج شریپوف از راه تقلب به دست آوردن شناسنامه روسیه است. و مدت دراز که 25 سال 6 ماه مولات عمومی خدمت من هست، اونا در از گفتن که نیست. و من میدونم سببش چی است. سبب اساسی اون بود که این جامعه تاجیکان وقتی که صدا برآوردن ما بود نسبت در دولت روس دست کشیدن از غلام بودن ملت تاجیک و این پیشنهاد رو با حکومت تاجیکستان و با دیپلمات‌ها ما گذرانده بودیم، رسانده بودیم. با دولت روس این ضربه بود، چون که تمام 99% امروزه مهاجران ملتی تحت نظارت شخصانی هستند که فیودالیسم را پیش ببرند. یکی غلامداری فیودالیسم است. اونا بودن و اونا صدا برآوردن و با صدای اونا من خودم نظر نمودن که چاره و اندیشه خوب دیدن در کار است. و دی دولت روس و با گفتنیم که این حالت شده است به یاردم تاجیکستان نشده است. اما کرامات شریپوف تا آخر اخراجش از روسیه را کار یک گروه منفعتدار میدونست که به حمایت او از حقوق مهاجران ربط دارد. در یکی از صحبت‌های آخرینش با رادیو آزادی که ماه مارس سال روان در دوشنبه داشت، وی گفت که نه به محروم نمودن از شهروندی و نه محروم نمودن از نفقه راضی نیست و مبارزه خواهد برد. او با تأسف زیاد تنقید کرد که با احتمال قوی در اجرای این عملها به گروه‌های منفعتدار روسیه بعضی مقامداران تاجیک هم کمک کردند. کرامات شریپوف در دوام بیش از 20 سال گذشته که بعد از خدمت در ارتش در روسیه به سر برده است، در فکر حمایت از حقوق مهاجران تاجیک بود. با کمک او ده‌ها قضیه‌های مربوط به مهاجران تاجیک حل خود را یافتند. متاسفانه در گذشت کرامات شریپوف یگانه خبری تکان دهنده نیست. نیمه شب دیروز شمس‌الدین جلالوف اقتصادشناس شناخته تاجیک و مصاحب همیشگی رادیو آزادی نیز ما را ترک گفت. در این باره برادر او میرزا شریف جلالوف سفیر تاجیکستان در ژاپن در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد. شمس‌الدین جلالوف همگی 52 سال داشت. او سال‌های طولانی در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان درس میداد و معاون رهبری پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی اکادمی علم‌ها بود. یادشان بخیر و گرامی بود. وزارت تندرستی تاجیکستان دیروز اعلام کرد که شبانه روز گذشته در کشور 61 مورد نوی سیرتی بیماری کووید 19 را ثبت کردند و 2 نفر دیگر از این بیماری فوت دیدند. وزارت روز 8 می با نشر یک بیانیه رسمی در وبسایتش گفت همین گونه تا امروز تعداد گرفتاران به 522 نفر رسیده است. بیماری مذکور تا امروز 14 نفر را کشته است. به گفته وزارت بیماری از همه بیشتر در دوشنبه دیده می شود و تعداد بیماران در اینجا 223 نفر را تشکیل می دهد. در سوخت 139 نفر، در نویهای توبه مرکز 83 نفر، در ولایت مختار کوهستانی بدخشان 18 نفر، در ختلان 59 نفر به این بیماری گرفتار شدند. وزارت تندرستی همچنین گفت در یک شبانه روزی آخر 420 نفر پس از گذراندن تشخیص و معاینات در حالت قناعت بخش از مؤسسه‌های طبابتی جواب داده شدند. برخی از کارشناسان و مردم به درستی امور رسمی شبهه دارند و میگویند ممکن است تعداد گرفتاران و تلفات از بیماری در تاجیکستان زیاد باشد. عین زمان گزارش‌های زیادی می‌رسد که طبیبان تاجیک وسایل محافظتی کافی از بیماری را ندارند و نارسایی داروواری به مشاهده می‌رسد. حکومت ازبکستان روز 8 می گروهی از متخصصان ویروس شناس را برای کمک به تاجیکستان فرستاد و وزارت امور خارجه گفته است که چین هم قصد دارد برای مقابله با بیماری به تاجیکستان با متخصصان و داروواری کمک رساند. روز 8 می در جلسه استادی جمهوری پیشگیری از گسترش کرونا ویروس نو، پیشگیری خرید و فروش غیرقانونی داروواری و دیگر مواد طبی، استفاده حتمی نقاب، به ضرورت نبرآمدن از منزل زیست، فراهم آوردن شرایط برای معالجه بیماران بررسی شده است. مقامات رسمی در این جلسه گفتند ساکنان نباید خودسرانه به استعمال داروهای گوناگون دست بزنند و هنگام پیدا شدن نشانه‌های بیماری حتما با تلفن‌های باوری به طبیبان و متخصصان مراجعت نمایند. روز 8 می با تشبوس جانب قرقیزستان وزیر کارهای خارجه آن کشور چنگیز ایدربکوف با وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سیراجدین مهریدین گفتگوی تلفنی داشته است. در این باره وبسایت وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر می‌دهد. به قول منبع جانب‌ها مناقشه مرزی دیروز که در جمعیت چورکوی سوخت به وقوع پیوسته است مطرح نمودند. در جریان گفتگو طرفین به خلاصه آمدند که برای کاهش دادن تنش در منطقه مرزی باید با اهالی کارهای فهماندهی تقویت داده شود. مقامات تاجیکستان و قرقیزستان میگویند روز 8 می در نتیجه مناقشه در مرز با قرقیزستان 2 شهروند تاجیکستان و 1 شهروند قرقیزستان زخمی شدند. دو طرف یکدیگر را به برانگیختن مناقشه متهم کردند. مقامات تاجیکستان گفتند که جنجال برای پارچه زمین رخ داد که به تاجیکستان تعلق دارد، ولی نیروهای مرزبانی قرقیزستان گفتند که پارچه زمین بحث برانگیز است، ولی در عمل ساکنان ولایت بودکند آن را استفاده می‌بردند.
با گفته نیروهای مرزبانی ضمن مناقشه صدای تیراندازی از تفنگ شکاری به گوش رسیده است و مرزبانان تاجیک و قرغیز برای فرو نشاندن جنجال و پراکنده کردن مردم به هوا تیر انداختند. مناقشه امسال در زمانی صورت میگیرد که دو کشور برای مقابله با گسترش بیماری کووید 19 دست و پا میزنند و در قرغیزستان همسایه وضع فوق‌العاده اعلام شده است. در قرغیزستان بیش از 600 نفر و در تاجیکستان زیاده از 520 نفر به بیماری نو گرفتار شدند. ازبکستان تصمیم دارد 11000 شهروند خود را از روسیه، امارات متحده عربی، ترکیه و کشورهای دیگر به وطن بازگرداند. این نکته را پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف هفتم می در یک جلسه بیان داشت. او گفت شما آگاهی دارید که شهروندان ازبکستان در بیشتر کشورها درماندند. با دست دادن امکانیت ما باید آنها را برگردانیم. ما الکی این روند را آغاز کردیم. تصمیم داریم هموطنان خود را از روسیه، عربستان، ترکیه و کشورهای دیگر بیاریم. 11000 شهروند ما مشکل دارند و ما برای برگرداندن آنها چاره خواهیم اندیشید. میرزیویف افزود هنگام برگرداندن شهروندان باید از احتیاط کار گرفت، زیرا بسیاری از آنهایی که به وطن آورده شدند بیمار بودند. با گفته پرزیدنت در حال حاضر 45000 نفر در ازبکستان در کرانتین میباشند. و باید گفت طول هفته‌های اخیر رادیو آزادی از شهروندان درمانده تاجیکستان نیز در کشورهای مختلف پیامک‌ها و نوارها میگیرد که خواستار برگشتن به وطن هستند. آنها پیوسته از ما درباره کی باز شدن مرزها و یا تشکیل پروازهای چارتری برای آوردنشان به وطن سوال میکنند، زیرا میگن در وضعیت خیلی بد قرار دارند. ولی تا به حال مقامات تاجیکستان در مورد تشکیل این گونه پروازها از جمله به روسیه و ترکیه خبر ندادند. و با همین بینندگان عزیز صحبت امروزه رو با پایان میرسونم. سپاس میگم که ما رو تماشا کردید. برایتان دوستان عزیز در این شب روز پیش از همه سلامتی بردوام میخواهم. خدا عزیزانتون رو احتیاط کنید و تا دیدار نوبتی خداوند همه شما رو نگهبان باشه.